8 oila یا پوره یا قسما از بین می رود و عامل های این جنایت آشکار نمی شوند و حکومت اصلا پیدا نمی کند که در یک شهری نه چندان کلان، به هر صورت کانیبادام دوشنبه نیست، کانیبادام خوجند نیست، مردم یکدیگر رو میشناسند و اگر حکومت بخواهد با اون مقدار میلیسیونر و کارمند پروکراتورا و امنیت و مقامات زی دخل که دارد، حتما اگر جدی میگیرید در همون ماه اپریل و مارس و می در اوایل این حادثه این جنایت ها رو آشکار میکرد، پیش راهش رو میگیرید. پس ما میتونیم به دو نتیجه برسیم: یا اینکه حکومت این جنایت ها را جدی نگرفته است و اصلا برایش این یگان مسئله دردسرساز نیست، چندان توجه هم نمیکند، یا اینکه در نتیجه